درود بر شما. قطع برق از ابتدای هفته گذشته روز به روز بیشتر و نامنظم‌تر شده است. بسیاری از مردم نسبت به قطع شدن برق خارج از جدول زمانبندی اعلامی معترض هستند. ساکنان برخی از محله‌ها گفتند بعضی روزها 5 یا 6 ساعت بدون برق بودند. بررسی جدول اعلامی شرکت توزیع نشان می‌دهد قطع برنامه‌ریزی شده 4 ساعته در تعطیلات فعلی به حدود 60% فیدرها افزایش یافته است. از مدیرعامل شرکت برق منطقه غرب و سخنگوی صنعت برق استان کرمانشاه پرسیدم چرا با وجود افزایش برنامه‌ریزی شده ساعت خاموشی‌ها باز هم شاهد قطع خارج از برنامه و ناگهانی برق هستیم. طبیعتاً به واسطه پایداری شبکه ما بعضاً مجبور میشیم که صنعت برق خاموشی‌های بدون برنامه رو بده و اون هم علتش اینه که هر استان یک سهمیه مشخصی رو داره برای خاموشی. بعضا ما اون سهمیه ها رو رعایت اگر نکنیم در واقع توسط بالادستی ممکنه قطع بکنن به خاطر که شبکه رو پایدار نگه دارن. از طرفی صنعت برق در هفته‌های اخیر با یک مشکل تازه مواجه شده. وزارت نیرو میگوید همزمان با خنک‌تر شدن نسبی هوا و کاهش مصرف اما تولید برق به ناچار کاهش یافته است. علت آن پایین رفتن بی‌سابقه ذخیره آب سدها و از دست رفتن ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور است. خب ببینید ما با توجه به شرایط خشکسالی که باهاش مواجه هستیم و تغییر اقلیم که داره اتفاق میفته، خب ما به شدت منابع آبی نیروگاه‌های برق‌آبی رو از دست دادیم نسبت به سال‌های گذشته. الان هم که دیگه دوره اوج در واقع کم آبی سدها هست. خب درسته که با توجه به خنک شدن نسبی هوا مقداری مصرف در استان و در کل کشور کم شده، ولی خب خیلی بیشتر از اون چیزی که مصرف کم شده تولید هم کم شده. صنعت برق انتظار دارد در طول شهریور خاموشی‌ها ابتدا افزایش یابد، سپس این روند کاهشی شود. در واقع قرار است قطع 4 ساعته برق در شهریور برای همه مشترکان به یک روال هر روزه تبدیل شود. مسئولان میگویند اگر الگوی مصرف بهینه رعایت شود این دوره میتواند کوتاه‌تر شود. استدعا دارم که عرض کردم همونجوری که تا حالا ما رو کمک کردن در ادامه مسیر هم ما رو کمک بکنن. ما اصلا عرضمان این نیست که کم مصرف کنن، درست مصرف کنن. اگر کولر رو روشن میکنن اون دمای آسایش که 25 درجه هست رعایت بکنن، کولرهای آبی رو دور کند بگذارن، بهینه مصرف بکنن. ما نمیگیم کم مصرف، بهینه مصرف بکنن. خواهش ما همین هست. با کمک مردم ما میتونیم این دوره سخت سال رو هم بگذرانیم ان شاء الله.